خب دوستان، وقت همگی مجددا بخیر و خوش آمدید. در درس 11 هفته 12 درس اصول اساسی ایمان مسیحی. یه هفته میخوایم در مورد حالا مراسم کلیسایی یکم صحبت کنیم. هفته پیش در مورد کلیسا صحبت کردیم، در مورد مرگ صحبت کردیم یک کم، و بعد یه هفته میخوایم در مورد مراسم کلیسایی صحبت کنیم. مراسم کلیسایی یک شنبه که معمولا قلب توی الهیاتش میگن قلب جماعت یا قلب کلیسا، و بعد موعظه را هم قلب مراسم یکشنبه ای میدانن، قلب در قلب باشه دیگه. و بعد در مورد دو تا آیین کلیسایی هم میخوایم صحبت بکنیم، تعمید و اشای ربانی، که هر دوتایش دستور صریح و فرمان صریح عیسی مسیح را با خود داره. هم در مورد عیسی ربانی خداوند ما فرمان داده که این کار انجام بدیم به یاد بود عیسی مسیح، و هم در مورد تعمید باز خداوند این فرمان در ما داده که هر کسی که در عیسی مسیح میخواد ایمان بیاره باید از مسیر یا از در تعمید وارد ایمان مسیحی شود. اه، ما حالا چیزی که آینای کلیسایی ما توی کلیسا داریم، خب، و مناسک هم داریم. حالا کلمه مناسک و آیین خیلی شبیه به هم هستن، زیاد با هم تفاوت ندارن، ولی بیشتر آیین منظور یک چیز کلی هسته که شناسه ایمانی مسیحیه، و مناسک بیشتر چیزای جزئی تر مد نظر میگیرن که باز میتونه که از دل آیین کلیسایی هم خارج شود. آیین کلیسایی که هسته حالا مثل تعمید یا اشای ربانی یا شام خداوند، هر چیزی میز خداوند، هزاران تا اسم حالا هر کسی برای خود انتخاب کرده، هر کسی که هر جور دوست داره یک اسم انتخاب میکنه توی شاخه‌های مسیحیت. ولی اون چیزی که ما در مورد کلمه یونانی از اون رو بخوایم تحت لفظی ترجمه کنیم، میشه همون شام خداوند. اه، مثل تعمید و شام خداوند، اینا چیزهایی هستن که به عنوان شناسه ایمان مسیحی اه، توی معروف هستن توی دنیا. وقتی شما در مورد تعمید صحبت میکنید، معمولا تمام کسایی که چیز میکنن در مورد ایمان مسیحی یک آگاهی کوچیک داشته باشن، خب میدانن که ما وقتی میگیم تعمید یعنی منظور از ما یکی از شناسه ها یا یکی از چیزایی هست که ایمان مسیحی در مورد ایمان مسیحی میخوای صحبت بکنن. و این که شناسه هایی که ما داریم یا آیین ها و مناسکی که ما داریم، تمایز بین از ما یا تفاوت بین از ما و دیگران را نشون میده. تمایز بین ایمان مسیحی یا ایمان مثلا حالا خداپرستی، دیگرایی که ادعای خداپرستی میکنن یا کسایی که خدا باور هستن اصطلاحا، مثل مسلمانان، مثل یهودی ها، مثل خب دینای هندویسم و اینایی که خب یک خدای پوشالی دیگه باور دارن، ولی باز اونا هم یک سری آیین دارن، یک سری مناسک دارن، یک سری کارهایی دارن که توی اعمال دینی خود انجام میدن. در مورد ایمان مسیحی چیزایی که ما داریم، اینا نشانه ها یا شناسه هایی هستند که نشان دهنده ای هستن که این مراسم مختص ایمان مسیحیه، یا این آیین مختص ایمان مسیحیه، یا این کاری که ما انجام میدیم، عمل مذهبی که ما انجام میدیم مال ایمان مسیحیه. خیلی از اعمال مذهبی که ما توی ایمان مسیحی داریم فقط و فقط توی ایمان مسیحی یافت میشه و جای دیگه ای وجود نداره. و وقتی که ما در مورد از او صحبت میکنیم، مثلا شام خداوند، وقتی شما میگی شام خداوند یا عشای ربانی یا نمیدونم میز خداوند، هر کدوم اینا رو که نام ببرید، واسه هر کسی که یک مقدار شناخت نسبت به ایمان مسیحی داشته باشه دقیقا میدانه که این مختص ایمان مسیحی است و در ایمان مسیحی است که ما از این مسئله استفاده میکنیم. و آیینای کلیسایی یک ارزش خیلی بالاتری داره. آیینای کلیسایی نشان دهنده ارزش های مسیحی هستند. ما یک سری ارزش هایی توی ایمان مسیحی خودمون داریم، حالا چه اینا ارزش های اخلاقی الهیاتی یا یک سری ارزش های
شاید نسبت گرایانه باشه، تمامی ارزش ها توی آینای از ما مشاهده میشه و دیده میشه. یعنی آیین های از ما، آیین ها یا مناسک کلیسایی که ما انجام میدیم، اعمال دینی یا مذهبی که ما انجام میدیم، اینا مثل آینه، مثل یک آینه نشان میده ارزش هایی که ما قائل هستیم، ارزش هایی که برای از ما وجود داره. مثلا وقتی که ما شام خداوند را انجام میدیم، این شام خداوند خودش یک ارزشی از ایمان مسیحی را نشون میده. یا تعمید خودش یک ارزش از ایمان مسیحی رو نشان میده. جمع شدن از ما توی روز یک شنبه توی یک مراسم کلیسایی یک ارزش ایمان مسیحی رو نشان میده. دستگذاری یا تایید یا نمیدونم توبه، هر کدوم اینا یک ارزش ایمان مسیحی نشون میده. شماسی یا نمیدونم مأموریت، هر کدوم اینا یک شناسه های از ایمان مسیحی هستن که این شناسه های ایمان مسیحی یک بخشی از ارزش های ایمان مسیحی رو نشون میده. ولی نکته اساسی چیزی هست که خود عیسی انجام میداد. عیسی ارزش ایمان مسیحی را با دو تا طریق نشون میداد. طریق اول ای بود که موعظه میکرد، خب یعنی پیام را با زبان انتقال میداد، با سیگنال های انسانی. سیگنال انسانی میشه، خب حالا ما سیگنال های انسانی خیلی زیاد داریم، میتونه زبان اشاره باشه، میتونه نمیدونم احساسات باشه، یا میتونه هر چیزای دیگه باشه، ولی اصلی ترین سیگنال انتقالی بین انسان و انسان زبانه، زبان گفتاری. که حالا حتی در موردش ما فلسفه داریم، فلسفه زبان، که دریدا و نمیدونم کسای شبیه از این خب بنیانگذاری از این مسئله هستن، یا اگه حتی بنیانگذارم نباشن کسایی هستن که توی فلسفه زبان حرف خیلی برای گفتن دارن. اینا چیز سیگنال زبانی مهمترین وجه انسان هست برای انتقال مفاهیم به دیگران. یعنی شما با زبان، با گفتار، با کلمات، با جمله بندی، با زبان اداری، غیر اداری، زبان رسمی، غیر رسمی، محاوره‌ای، کوچه بازاری، هر چی که اسمش بذارید، در نهایت میخواید یک مفهومی رو انتقال بدید. این مفهوم، حالا چی مفهوم درون یک خانواده باشه، شما با بچه صحبت بکنید، میخواید یک انتقال رو انجام بدید، یا یک درکی را انتقال بدید، و متعاقبا وقتی که شما میشنوید هم با همون زبان قراره که شما یک مفهوم یا یک درکی را برداشت کنید، یک چیزی را متوجه شید یا بفهمید. عیسی مسیح انتقال زبانی وقتی که میداد، توی انتقال زبانی که انجام میداد در کنارش عمل کرد داشت. موعظه سر کور وقتی نگاه بکنید، موعظه بالای کوه عیسی مسیح را، عیسی مسیح یک سری موعظه ها رو انجام میده، و وقتی که موعظه ها رو انجام میده، بعد از او تماما میبینیم که وارد عمل کرد میشه. عیسی موعظه میکنه انجام میده، موعظه میکنه انجام میده، موعظه میکنه انجام میده. بنابراین انتقال ارزش های از ما فقط و فقط با گفتن و انجام دادن مناسک یا آیین‌های کلیسایی نیستن. یک بخش اعظمی از نشان دادن ارزش های ایمان مسیحی یه هست که اگه ما بگیم محبت، در اون محبت نسبت به مردم بیرون کلیسا هم عمل کنیم. اگر ما میگیم که خدا همه رو دوست داره، باید این را ما در عمل در مردم خارج از کلیسا نشان بدیم. اگر ما قرار هست که دلسوز دیگران باشیم، میره باید در عمل نشان بدیم. اگر قراره که اه، اه، تمام او صفاتی رو که برای ایمان مسیحی در نظر میگیره و او ارزش هایی که تو ایمان مسیحی وجود داره را میخوایم در دیگران نشان بدیم، یک بخشی از اون معرفی گفتنه، صحبت کردن راجب شه. ولی بخش اصلی از اون معرفیه که ما چقدر در او عمل میکنیم، و این عمل هسته که و این عمل کردن در او ارزش های مسیحی هسته که دیگران را بیشتر مجاب میکنه که در ایمان مسیحی ایمان بیارن. خیلی وقتا شاید مولا نمیدونم، شاید تجربه از شما می باشه که ما خب حالا هر انسانی یک سری ضعف و نقطه ضعف توی زندگی خود داره. این چیز نیست که متاسفانه اگه خیلی از مسیحیایی که بک‌گراند اسلامی دارن، در مورد از همون بک‌گراند اسلامی خود، خب مثلا آقا تو نباید هیچ اشتباهی بکنیش.
خطایی بکنی و فلان اینا، بعد از انسان میخوان یک بت بسازن، یک بتی که این بت دیگه خیلی بزرگ شوه و خیلی چیز شوه که همچین چیزی امکان نداره. هر انسان یک نقطه ضعفی داره یا شاید هم نقطه ضعف هایی داره که اه، رفتار از ما توی ایمان مسیحی، عمل کرد از ما توی ایمان مسیحی در امی جهت حرکت میکنه که ما بریم همین نقصا رو شروع کنیم از بین بردن. اول شروع میکنیم اینا رو کم رنگ میکنیم و بعد از اینکه کمرنگ کردیم یواش یواش اینا رو پاک میکنیم، یا یواش یواش آهسته آهسته اینا رو باید از بین ببریم. بعضی نقص ها هست که از بین رفتن، از بین بردن از اونا زمان برد، برای یک روز، برای یک شب، برای یک لحظه اتفاق نمیفته. بعضی نقص ها هست که امکان داره خب توی زمان یا فاصله زمانی کمتری از بین بره. ما این رو باید بند نظر داشته باشیم که هر کسی نقص خود داره. هر کسی توی از این دنیا زندگی میکنه یک نقص رو با خود حمل میکنه. همونطور که پولس توی رسالات خود میگه همه از ما خطاکاریم، همه از ما گناهکاریم. و بعد توی همون رساله رومیان در مورد از این موضوع توضیح میده، میگه عیسی مسیح به خاطر گناهان حال گذشته و آینده از ما هسته که روی صلیب شد. اینجوری نیست که ما بیم بگیم گناهان گذشته، گناهان حال و دیگه بعد از این ما اصلا هیچ خطایی انجام نمیدیم. این همچین چیزی وجود نداره. و نکته اساسی که ما با او چیزی که یاد میگیریم توی ایمان مسیحی از عیسی مسیح، تعلیمی که میگیریم از عیسی مسیح، این تعلیم فقط برای یک شخص نیسته، تعلیم برای کلیسا هم هسته. وقتی که عیسی یا رسالات پولس در مورد یک تعلیمی صحبت میکنه، این تعلیم را در ابتدا در جماعت میده، یعنی در کلیسا میده، و بعد این کلیسا به عنوان بدن مسیح اعضایی داره برای خود. یکی دست، یکی گوش، یکی پای، یکی دماغ، یکی چشم. هر چیز، هر کدام از ما یکی از اعضای بدن مسیح هستیم. چون داخل از این پیکره هستیم، هر کدام از ما هم باید در این ارزش ها یا در این قوانین یا در این اعتقادات یا در او آموزه های ایمان مسیحی، تعالیم عیسی مسیح پایبند باشیم. نمیتونه دست کار خود رو انجام بده، پای کار خود رو انجام بده، نمیدونم دماغ کار خود رو انجام بده، چشم کار خود رو انجام بده، دست بگه من برم سمت چپ، پای بگه نه بیا بریم سمت راست. همچین چیز اتفاق نمیفته. بدن در هماهنگی کار میکنه و تمام بدن در قاعده و قانون و نظمی که انجیل از ما میخواد، کتاب مقدس از ما میخواد، باید عمل بکنه. ای با این تفاسیر اتفاق میفته که امکان داره یک وقتی چشم خطا بکنه، امکان داره که یک وقتی دماغ نمیدونم بویایی خود از دست بده، یک خطایی بکنه، دست یک اشتباهی بکنه، پا یک اشتباهی بکنه. همه اینا امکان داره اتفاق بیفته. ولی وقتی که اشتباه اتفاق میفته، کل بدن قرار نیست که این دست قطع بکنه یا این دست دهش صدمه بزنه، زجر، یا اگر نمیدونم یک چشم یک خطایی میکنه، قرار نیست که چشم بگیری کورش کنی یا بگیری بندازیش دور، که بویا آقا تو خطا کردی یا اشتباه. قراره که او اصلاح شوه. باید چشم اصلاح کنی و دست اصلاح کنی و این کار هم کار جماعتیه، یعنی کار کلیساییه، کار یک نفر یا شخص نیسته. چشم خود به تنهایی نمیتونه مداوا کنه یا نمیتونه مشکل یا نقص خود رو به تنهایی برطرف بکنه. نیاز در کمک دست دارن، نیاز در کمک مغز دارن، نیاز در کمک شاید یک کسی دیگه اصلا داشته باشه که بتونه این نقص برطرف کنه یا او عیب برطرف کنه. ما توی ایمان مسیحی خب این ارزش ها رو داریم انتقال میدیم، ولی گفتم ما ارزش ها را انتقال میدیم با این فهم و آگاهی و درک که انسان جایز به خطا نیست، ولی امکان خطا داره. هیچ انسانی مجوز خطا کردن نداره. حالا یه جمله که قبلا شنیدید که انسان جایز به خطایه، همچین چیزی وجود نداره. هیچ انسانی اجازه خطا کردن نداره. هیچ جایی خداوند اجازه خطا کردن در انسان نداده. ولی
خداوند میدانه که انسان ممکن الخطایا، یعنی امکان داره که خطا بکنه و درصدی از این امکانی که وجود داره برای خطا کردن انسان درصد بسیار بالایی هم هست، درصد کمی نیست. از صبح که بلند میشی کافیه یک تراز از خودت بگیری، خب توی از این تراز بنویسی که از صبح تا شب تو چقدر خطا انجام دادی، خیلی صادقانه، خیلی منصفانه. حتی میتونی یک نفرم به عنوان حکم قرار بدی که م، باش صحبت بکنی، بگی من از صبح کار کردیم این کار کردیم، یک لیست جور کنی و بعد متوجه میشی که تو فقط در طول یک روز با که یک نفر در از لیست میگیره و خود چقدر کنترل کردی، چقدر خطا انجام دادی. ای وجود داره که ما خطا میکنیم، ولی با تمامی از این تفاسیر ما انتقال دهنده ارزش های ایمان مسیحی هستیم. انتقال ارزش های مسیحی هم در صورت فردی اتفاق میفته، هم در صورت جمعی اتفاق میفته. یک بخش اعظمی از این چیز کارهایی که ما انجام میدیم که یک سری آینای شخصی را که ما داریم که میتونیم در صورت فردی انجام بدیم را هم انجام بدیم. حالا یک سری آینا هم هست که در صورت جمعی اتفاق میفته که ما او را هم باید مد نظر بگیریم. ولی نگاه اصلی و اساسی از ما این است که انسان ممکن الخطاست، ولی امی انسان از طرف خداوند برگزیده شده که همکار خداوند باشه برای انتقال انجیل. حالا توی مفهوم الهیاتی درش میگن میخونده ای که این انتقال از طریق انسان به انسان اگه اتفاق بیفته برای انسان قابل درکتر و قابل فهمتره، به خاطر امو سیگنالایی که گفتم. سیگنالای انسان با انسان سیگنالای احساسی مشابهی داره، سیگنالای عاطفی مشابهی داره، سیگنالای زبانی مشابهی داره و خیلی حتی سیگنالای بدنی، زبان بدنی مشابهی داره. تمام اینا باعث میشه که یه انتقال ما بهتر بتونیم انجام بدیم و او روی سکه را بهتر بتونیم در دیگران بشناسونیم. بنابراین ما یک از وظایف میه که نشان دهنده ارزش های ایمانی مسیحی باشیم، ولی با تمام این تفاسیر ما خدا هم میدانه، خود از ما هم میدانیم که نمیتونیم پرفکتی کار انجام بدیم، نمیتونیم 100% کار انجام بدیم، ولی تمام سعی و توانایی خود خوره. همونطور که گفتم، حالا هفته پیشم یک مقدار در موردش صحبت کردیم، ولی امروز یکم مفصلتر میخوایم راجع به از این موضوع صحبت کنیم. مراسم کلیسایی یکشنبه. روز یکشنبه که میشه، حالا از صبح تا شب که زمان مبرم به خاطر اختلاف ساعتی که توی دنیا وجود داره، میلیاردها انسان در یک روز توی کلیساهای محلی خودشان یا حالا کلیساهای آنلاین خودشان جمع میشن و مراسم کلیسایی را برگزار میکنن. ما یک جماعت داریم، جماعت مسیحی، یک کلیسا داریم. حالا جماعت یا کلیسا از هر کلمه که استفاده بکنید. و قلبی از این کلیسا، قلبی از این کلیسا و قلبی از این جماعت مراسم کلیسایی یکشنبه. هر چقدر که بهتر قلب کار بکنه جماعت کارایش بهتره. هر چقدر بهتر که قلب کار بکنه سرزنده بودن جماعت بیشتره. هر چقدر که این قلب اه، توانایی پمپاژ بهتری داشته باشه و او شادابی و او سالم بودن را داشته باشه، کار جماعت هم قویتر و بهتر و سالمتر پیش میره. بنابراین اگر مراسم کلیسای یکشنبه اهمیت دارم، به دلایلی خیلی موجه و به دلایل خیلی واضح هست که اهمیت داره. یک از اصلی ترین دلیلی از اینکه مراسم کلیسای یکشنبه اهمیت داره این است که ما به خاطر مسیح در دور مسیح جمع میشیم. اصلا ما مسیحی هستیم چون در مسیح ایمان داریم. اگه در مسیح ایمان نداشته باشیم خب اصلا مسیحی نیستیم دیگه. اون وقت میشیم یک چیزی دیگه، یک برچسب دیگر روی از ما مخوره. چون در مسیح ایمان داریم در ما میگن مسیحی. و حالا چون مسیحی هستیم روز یکشنبه توی مراسم کلیسایی ما دور مسیح جمع میشیم. مسیح ما رو به دور خودش جمع میکنه و وقتی که ما به دور مسیح جمع میشیم چی کاری انجام میدیم؟ با مناسک کلیسایی، با آیین‌های کلیسایی
پرستش میکنیم خدا را. ما به دور مسیح جمع میشیم، با مناسک و آیینای کلیسایی که داریم پرستش میکنیم کلیسا را، چه پرستش میکنیم خدا را. این جمع شدن از ما در روز یکشنبه به دور مسیح و گرد و بر مسیح، حالا هر چی که اه، در اطراف مسیح، این اه، نیازمند یک سری سازماندهی هستن. کلیسا یک سری سازماندهی داره که هفته پیش یک مقدار راجبش صحبت کردیم، ولی باز با این تفاصیل کلیسا نیازمند یک سری آیین ها یا مناسکی هست که این جمع شدن یک بیهودگی نباشه. یعنی بیهوده جمع شدن نباشه، جمع نشیم ورق نمیدونم ورق یا ما پاستور بگیریم بشینیم ورق بزنیم بعد بگیم آقا ما کلیسا بودیم اینا. هر جماعت مسیحی هم چیز نیستن، به عنوان مراسم کلیسایی به حساب نمیه یا مراسم پرستشی به حساب نمیه. حالا من مثلا با 20 از دوستای خود بریم یک چکر یک شهر دیگه و بعد همه ما مسیحی باشیم، بعد بریم پس برگردیم آقا کجا بودیم؟ ما مراسم کلیسایی بودیم. چه جوری مراسم؟ آقا 20 تا مسیحی یک جای بودیم دیگه، چون 20 تا مسیحی یک جای بودیم پس حد مراسم نه، همچین چیز نیست یا پرستش مسیحی به حساب نمیه. هدف از جمع شدن روز یکشنبه یکی ما مناسک کلیسایی را انجام بدیم و متمرکز باشیم روی مسیح و پرستش خداوند. یه هدف جمع شدن از ما توی روز یکشنبه. اه، شما حتی اگر توی خب یک مراسم خیلی ساده، مثلا یک کنسرت یک نفر که بخواید برید، از رفتن توی از اون کنسرت یک سری اهداف دارید. خب میخواید برید اونجا یک موزیکی بشنوید، یک رقصی کنید، نمیدانم یک خوش باشید، یک مقدار وقت بگذرونید، یا حالا با موزیک یکم لذت ببرید، احساس زنده بودن این موزیک را با خودتان چیز کنید، حمل کنید و داشته باشید. حالا بعضی ها مورن توی کنسرت های شادتر شروع میکنن در زدن و رقصیدن، بعضی ها مورن توی کنسرت های غمگین تر که یک سر شور شور گریه میکنن و نمیدونم. یک جوری او احساساتی رو که میخوای توی از او کنسرت داشته باشی، بنابر او یک جایی رو انتخاب میکنی. یک کنسرت نمیدونم حالا داریوش انتخاب میکنی که، یا نمیدونم اگه من ساربان زنده بود که همین الان هر جای دنیا کنسرت برگزار میکرد ما رفتم در کنسرت ساربان، میشیشتم هم زار زار همینجی گریه میکردم. یا بر اساس شاید مسائل دیگه هم به مثلا یک کنسرت شادتر، نمیدونم آریانا سعیدی یا نمیدونم از ایرانیا شاید حالا نمیدونم کی شاد میخوانه انتخاب کنم که برم او این یک هدف برای از من. خب ولی برای وارد شدن توی مراسم کلیسایی یکشنبه ما یک هدف روحانی باید داشته باشیم، یک هدف معنوی داشته باشیم. درسته که ما قرار جمع شویم، ولی وقتی جمع شدیم حالا چیکار کنیم؟ اونجا جمع شدیم چی کاری قراره انجام بدین؟ توی کنسرت که موری موزیک گوش میکنی، حالا میرقصی، گریه هم میکنی، هر کار که میکنی، خب مشخصه که او یک برنامه چیده شده. وقتی توی ایمان مسیحی برای روز یکشنبه میخوای وارد کلیسا بشوی، کلیسا، تاریخ کلیسا و برنامه ریزی اولیه کلیسا که ما از تاریخ کلیسایی را فهمیدیم دمو یک برنامه دادن. ما وارد کلیسا میشیم که یک سری مناسک کلیسایی را انجام بدیم که این مناسک کلیسایی طبعا در نهایت یک تبدیل به یک کلمه میشه: پرستش خدای حقیقی. این مناسک کلیسایی یا اعمال کلیسایی که ما میخوایم انجام بدیم، ذهن خوره روی وقت میگم مناسک از آیین خارج بکنید. مناسک کلیسایی یا اعمال کلیسایی با دو تا آیین اصلی کلیسایی که ما پروتستان ها درش اعتقاد داریم، یعنی عشای ربانی و شام خدا، عشای ربانی یا شام خدا و تعمید، با هم فرق میکنه. اعمال کلیسایی یا مناسک کلیسایی خب توی این جزئیات تر قرار میگیره، ولی توی کلیات هم دو تا آیین بیشتر ما نداریم. اعمال کلیسایی که ما برای مراسم روز یکشنبه انجام میدیم و برای ما اهمیت داره، خب که معمولا یک سری اجزای دائمی داره و یک سری اجزایی داره که هر چند وقت یک بار اتفاق میفته. مثلا تعمید هر چند وقت یک بار اتفاق میفته. هر موقع که مثلا یک چند نفر بخوام به عیسی مسیح ایمان بیارن، یک مراسم کلیسایی با تعمید برگزار میشه.
ولی یا مثلا شام خداوند هم همینطور، بعضی کلیساها هم هر هفته برگزار میکنن با کلیساهای کاتولیک، بعضی کلیساها نه، اینجوری نیستن، یک هفته در میون ماهی یک بار اینجوری برگزار میکنن. ولی چند تا اجزای ثابت دارن. چیز مراسم یک شنبهی کلیسا، اعمال ثابت یا مناسک ثابت داره. یکی خواندن کلامه، خواندن کتاب مقدس. من می قلمک خواهد از اینجا بگیرم، شما قلم شما دادید، شما در حال نوشتنید به امید خدا. اولش که خواندن کلام خداه. ما در دور مسیح جمع میشیم که کلام خدا رو بخوانیم. کلام خدا برای ما تازه شه، برای ما زنده شه. انسان فراموشکاره، خیلی هم فراموشکاره، و بعد از یک طرف هم خیلی ناسپاس و خیلی ناشکرن. به خاطر همین ناسپاسی و ناشکری، به خاطر همین فراموشکاری هم ناسپاس و ناشکر میشم. من شاید هزاران بار شده که نمیدونم یک چیزی را از خدا خواستم و برای از من دیگه تبدیل در خاطره شده. یعنی خیلی مدت زیاد از اینکه من او رو گرفتم و زندگی کردم حتی او را، ازش گذشته. بعد حالا مثلا یک اتفاق کوچیک میفته، یک چیزی رو میخوایم، یک بار دو بار سه بار دعا میکنم، بعد دفعه چهارم میگم بابا خدا تو هم که دهن از ما رو سرویس کردید، بابا یک چیه دیگه، اصلا دیگه فلان اینطوری تو دم نگاه نمیکنی، توجه نمیکنی، مرا دوست نداری، چیکار میکنی فلان فلان. انقدر نق میزنم، ناله میکنم، انقدر چیز میکنم، با خود و با خدا جنگ میکنم که یاد من به خاطر از اینه که یاد نرفته که خیلی چیزایی که امروز من دارم توی زندگی خود دعاهای گذشته از من بوده و اونا دیگه تبدیل در خاطره شده برای از من، دیگه الان برای از من آرزو نیسته، به خاطر ما فراموششون کردم. ما کلام خدا را هر هفته در کلیسا میخوانیم به خاطر از اینکه انسان فراموشکاره و برای انسانی یادآوری و تازه شود. برای انسان یادآوری و تازه شود. توی دل کلام خدا تعالیم قرار داره، الهیات تعالیم قرار داره، الهیات قرار داره، اخلاقیات قرار داره. نمیدونم، باز خود الهیات 250 تا نوع الهیات داریم، اخلاقیات عمومی داریم، اخلاقیات فردی داریم. باز اینا خودش هر کدوم از اینا از دل کتاب مقدس خارج میشه که برای از ما یادآوری میشه چجوری داریم زندگی میکنیم. یک بار من یک موعظه یک جای انجام دادم در مورد جمع شدن توی جماعت ها، همین جمع شدن توی کلیسا. و وقتی که موعظه از من تمام شد، خب م- کشیشی اما کلیسا آمد پیش از من، گفت یک نفر زنگ زدم دم شماره از تو رو میخوایم، میتونم دایش بیدم. من هم دیگه حالا دیگه کم خود لوس کردم، گفتم مگر زن ندی و فلا اینا، البته شوخی. بعدا زنگ زد، یک فردایش فکر کنم زنگ زد، بعد با هم داشتیم صحبت میکردیم، برگشت گفت که اه، قبل از اینکه گفت قبل از این موعظه از من آنلاین از خانه نگاه کرده بود و گوش داده بود. گفت قبل از این موعظه من هیچ موقع علاقه نداشتم که بریم توی کلیسا و توی جماعت به صورت فیزیکی حضور داشته باشم، در حالی که کلیسا تا خانه از من پیاده 7 دقیقه رایم، با دوچرخه اگه بریم میشه شاید 2 دقیقه یا 3 دقیقه، با ماشین که اصلا نیاز نیست دیگه بریم. خیز کنم زودتر از ماشین میرسیم. دوست عزیزی که صدای تو بازه، لطفا صدای خود ببند، یه هم یک بخشی از درس. بعد از او این یاداوری که برای از یادم شد، یا یاداوری که برای از او، خواهر از ما شد، نگاهش در چیزی که قبلا یاد گرفته بود عوض شد. چرا؟ چون یک مدتی وارد کلیسا شده بود، می اومد کلیسا به طور مرتب مرافت، و بعد از اون دیده بود، حالا توی دوره کرونا دیده بود که دیگه الان راحت آنلاین لم میدم جلوی تلویزیون در خانه نگاه میکنم، گوشی من در دیست، من هم گوشی سعی میکنم هم موعظه رو توی تلویزیون گوش میکنم. مثلا چی از اینج بلند شی بری اونجی لباس بپوش، لباس در بیار، 400 آرایش کو، بعد بیا رو تمیز کن، نمیدونم چی فلان، او کی حوصله داره این همه کار انجام بدن.
فراموش کرده بود که اصلا جمع شدن توی جماعت چی معنی داره، چی معنا و مفهومی داره. ما در کنار هم جمع شدن را برای چی انجام میدیم؟ وقتی که در اون موعظه گوش کرده بود، برایش باز یادآوری شد، برای ذهن فراموشکار انسان. و الان یک از پایه های ثابت همون کلیساه. مور کلیسا. و توی فیسبوک از من هست، هر دفعه هر هفته هم که هر هفته که حالا نه، بعض وقتا که مور کلیسا پست میذارم میبینم. این نتیجه از او چیه؟ نتیجه از ایه که خواندن کلام خدا بر از ما یادآوری میکنه که آقا یادتون نره دیگه، این توی کتاب مقدس هست، تعلیم عیسی مسیح جز اخلاقیات مسیح، جز الهیات مسیح، جز مأموریت هست، توی جز تکالیف هست، توی فراموش نکن. این یادآوری خوبه. نمیدونم، شاید خیلی های شما که حالا اگه سابقه طولی ایمانی، یعنی عددی داشته باشید، سال زیادی باشه ایماندار باشید، شاید توی مراسم کلیسایی که هر هفته شرکت میکنید، شاید تا حالا 200 بار موعظه در مورد روح القدس شنیدید، یا شاید 200 بار موعظه در مورد یک مطلب اخلاقی شنیدید. ولی هر دفعه ای برای شما یادآوری شدن، هر دفعه برای شما تازگی داشتن. چرا؟ چون هم انسان فراموش کنه. اولین دلیلش اینه که ما کلام خدا را توی اولین چیزی که ما مراسم کلیسایی برای از ما اهمیت داره، یکی کلام خدا را میخوانیم تا برای ما یادآوری شه. و قلب قلب مراسم کلیسایی از نظر الهیاتی موعظه. موعظه چیه؟ موعظه تفسیر، تحلیل و کاربردی کردن کلام خدا برای شنونده. یک کاری دو طرفه، یک نوع آموزشه، یک نوع تعلیم و تربیت کلیسایی موعظه وقتی که اتفاق میفته. این تعلیم و تربیت کلیسایی بخش اصلی از کار مأموریت کلیسایی و بخش اصلی از مراسم یکشنبه کلیسایی. به خاطر همیه که میگن قلب مراسم یکشنبه. فکر کنید مراسم یکشنبه کلیسا خودش قلب کلیسایا یا قلب جماعته، و بعد قلبی از این مراسم یکشنبه هم موعظه. موعظه اینقدر اهمیت داره. عیسی مسیح با موعظه، اول موعظه میکرد، حرف میزد با مردم، و بعد از اون در اون موعظه خود عمل میکرد. روز پنتیکاست، تولد کلیسا، روح القدس به طور دائم در مسیح داده شد. اولین کاری که پتروس انجام داد موعظه کرد. پولس با موعظه کار خود شروع کرد. بیشتر خدمت ها با موعظه اتفاق افتاد. کار مأموریتی با موعظه پیش میره. بنابراین این هم چیزی هست که به طور ثابت توی هر مراسم کلیسایی یکشنبه وجود داره. نک... چیز سوم یا عمل سوم دعایه. بدون دعا اصلا هیچ فایده ای نداره مراسم کلیسایی. شما توی مراسم کلیسایی بید و توی از مراسم کلیسایی دعایی وجود نداشته باشه، بخش اعظمی از مراسم کلیسایی رو یعنی انجام ندادید. دعای دست جمعی هم که بهتر. موزیک، حالا توی قسمت موزیک متاسفانه باز کلیسای فارسی زبان خیلی ضعیفم، چون ما کسای زیادی رو نداریم که روی موزیک کار کنه. افغانستان شاید کلا یکی دو نفر رو داشته باشه که اونام با حمایت های چیز کلیساهای شاید آمریکایی و اروپایی دارن این کار رو انجام میدن. ولی کلیسای ایران باز خوبه، شاید تعداد انگوش شمار باشن، یعنی ده نفر اینا شاید باشن. ولی کلیسای افغانستان تعداد قسمت کسی رو نداره. اگر هر کدوم از شما توانایی از این کار دارید، بسیار خدمت مقدسیه. چرا؟ چون موزیک یک بخش اساسی و دائم مراسم کلیسایی یکشنبه هستند. هم مزامیر، هم عهد جدید مدام میگه خدا را با موزیک بپرستید، با سرود خدا را بپرستید. خدا از موزیک بدشی نمیه. خدا موزیک دوست داره. خودش موزیک آفریده، خودش شعر آفریده، خودش ریتم آفریده، و لذت مبره وقتی که ما با موزیک خدا رو بپرستیم. و جزی جدا نشدنی مراسم کلیسایی. حتی توی سوئد مراسم کلیسایی چیز برگزار میشه، تدفین هم که برگزار میشه،
یادبودی مرده ها هم که برگزار میشه موزیک میزنن و هیچ چیز بدی نیست، اتفاقا لذت هم ازش میبرن. بعد از او حالا چیزای دیگه هستن، پنج تای دیگه که اینا دیگه جزی ثابت یا دائمی مراسم کلیسایی نیستن. اینا بعض وقتها امکان داره توی مراسم کلیسایی اتفاق بیفته، حالا بجز شام خداوند که یک برنامه‌ریزی مرتب براش اتفاق میفته. تعمید، تایید، ازدواج و تدفین اینا چیزایی هسته که خب معلوم نیه که اتفاق میفته. شام خداوند، تعمید، تایید یعنی دستگذاری خادم یا تایید کردن از او. حالا توی تایید یه را در مورد چیز هم استفاده میکنن، در مورد بچه ها رو معمولا توی کلیساها الان، حالا به جز کلیسای ارتودکس شرقی و کاتولیک شرقی، الان بچه ها رو دیگه تعمید نمیدن. حالا بعضیا میدن ولی خب بعضیا نمیدن، و اون بازم خیلی کمه کسایی که بچه ها رو تعمید میدن. به جایش تایید میکنن. تایید میکنن یعنی تقدیم میکنن در خداوند، میان براش دعا میکنن، با روغن مقدس ام، تقدیسش میکنن و او را تقدیم میکنن در خداوند، که حالا این هم درش تقدیم میکنن هم درش تایید میکنن، همه اینا رو میشن روش اسم گذاشت. ازدواج هم که ازدواج مسیحی امر مهمیه، به خاطر از اینکه ما مسیحی اعتقاد داریم که رابطه جنسی خارج از ازدواج، خارج از ازدواج و تایید خداوند نمیتونه که کار درستی باشه. و بعد تدفین مسیحی، یک کسی که مسیحی هستن و وقتی از این دنیا مره، یک سپردن از او آدم به دستای خداوند هم بخشی از میتونه اعمال کلیسایی از ما باشه، که خب در کشورهای غربی خیلی چیزی با اهمیتی هست. خدمتتان عرض کنم که آیین‌های کلیسایی، ما دو تا حالا چیز متفاوت در مورد آیین‌های کلیسایی داریم. یک کلیسای کاتولیک و حالا موشه کلیسای ارتودکس هم جزء از او قرار داد. کلیسای ارتودکس مثلا تایید را جزی چیز خود نداره، جزی آیین‌های کلیسایی خود نداره، ولی خب کلیسای کاتولیک 7 آیین کلیسایی داره، ولی کلیسای پروتستان فقط 2 آیین کلیسایی داره، که به خاطر از این که فقط میگن این دوتا، کلیسای پروتستان میگن فقط این دوتا رو خداوندش دستور داده. و واقعا هم همینطوریه، فقط تعمید و شام خداوند هسته که دستور و فرمان صریحی عیسی مسیح را داره. حالا توی عهد جدید جلوتر که به توی رسالات پولس مثلا در مورد انتصاب توی منصبای کلیسایی صحبت شده، مسیح مریض توی رساله یعقوب صحبت شده، در مورد ازدواج کلیسایی صحبت شده، در مورد توبه یا اعتراف صحبت شده. اعترافی که موری پیش کشیش مثلا اعتراف میکنی آقا من همچین خطایی رو کردم یا همچین اشتباهی کردم، حالا شانس بیای کشیشی درست باشه که کمکت میکنه اصلاح شوی. اگر یک کشیشی نادرستی فارسی زبان باشه که یه چی دیگه انقدر شماتتت میکنه، انقدر اه، اه، تحقیرت میکنه که بخی از هم کلیسا بزار شوی. و تایید و غسل تعمید اینا و اشای ربانی اینا، خب غسل تعمید و اشای ربانی توی کلیسای پروتستان هم آیین کلیسایی هم، ولی 5 تای دیگه از نظر آیین پروتستان چیز نیستن، آیینای کلیسایی نیستن و فقط دمی 2 تا اعتقاد دارن. حالا من زیاد روی از اینکه 2 تا آیین کلیسایی داریم، 3 تا داریم، 4 تا داریم، زیاد اصلا رویش در قول دوستای ایرانی مو قفل نیستم. حالا هرچی 1 دانه داشته باشیم، 4 تا داشته باشیم، 3 تا داشته باشیم، مهمیه که ما بتونیم خدا را پرستش بکنیم. و غسل تعمید که غسل تعمیده، تایید که در موردش گفتم، توبه یا اعتراف همون چیزی هسته که ما حالا یک چند وقت یک بار نیازه که بریم در پیش یک نفر اعتراف کنیم، صحبت کنیم در موردش. ما ایره را توی کلیسای پروتستان داریم ولی اینجوری نیست که اعتراف گو نباشه که طرف بره اونجا چیز بکنه. این به دهش یک
میگن یک صحبت مشارکتی میشه اسم میشه گذاشت که من خود من منتور دارم، دو تا شبان دارم، بعد میشینم بعض وقتا با خیلی راجع به خیلی مسائل باشون صحبت میکنم، خطاهایی که دارم میکنم، اشتباهایی که دارم انجام میکنم، بعض وقتا اون از لبه پرتگاه برمیگردم، بعض وقتا باعث میشه که خب مسیر درستتر یا بهتری انتخاب کنم. خیلی خب این چیزا میتونه کمک بکنه، ولی شبیه اعتراف نیست که بری اونجی بگی ای پدر ما، ای پدر مقدس، من امروز یه کار کردم فردا ما قصد دارم این کارو بکنیم. اینجوری نیست. ولی خب باز اعتراف هم میتونه جزئی از اون صحبتی که شما دارید انجام میدید باشه. ولی توبه چیزی هسته که فقط باید بین خودت و خداوند اتفاق بیفته. هیچ کسی نمیتونه واسطه توبه از تو و خداوند باشه. ازدواج هم که صحبت کردیم، مسیح مریض توی رساله یعقوب در موردش صحبت شده که مشایخ کلیسا برن اگه کسی مریض هسته برو با روغن مسح بکنن و برایش دعا بکنن. حالا بیشتر وقتا این مسیح مریض توی شرایط بسیار حاد اتفاق میفته، یعنی اون طرف خیلی دیگه حالش خراب بشه، خیلی وضعیتش خراب باشه اتفاق میفته. و معمولا حالا شاید هم توی کلیسای کاتولیک بهش میگن مسیح آخر، یعنی که دیگه یک جوری شبکه، یک جوری که مثلا انگار طرف دیگه نفسهای آخر رو میکشه. و انتصابای منصب کلیسایی، مناصب کلیسایی که ما داریم مثل اسقف، کشیش یا شبان که هر دوتاش یکی هستن بعد شماس، اینا منصبای کلیسایی هستن که توی طرف خواندگی خب پیدا میکنه و بعد از طرف کلیسا منصوب میشه، یعنی تایید میشه که اون منصب را یا اون کار کلیسایی، خدمت کلیسایی را انجام بده. که معمولا منصوب شدن توی کلیسا دو تا حقوق برایش مد نظر گرفته میشه، یکی همون پول یا حقوق مادی که برایش در نظر گرفته میشه که آقا تو اینقدر حقوق توی در ماه یا هر چند وقت یک بار پول میگیری. که رساله اول و دوم تیموتائوس در مورد از این صحبت کرده و تایید کرده که یک کسی که منصوب میشه توی کلیسا باید حقوق بگیره. پولس اونجا از مثال عیسی مسیح استفاده میکنه که میگه کارگر مستحق مزد خود خواسته و میگه اگر او کارگر خوبی هم هسته بعض وقتها 2 برابر هم باید حقوق بگیره. و حقوق دیگه که براش مد نظر گرفته میشه برای منصبدارای کلیسایی، احترام و حرمتی هست که اعضای کلیسا باید نسبت به اونا داشته باشه. خدمتتان تعمید و اشای شام خداوند هم که جوری یکی در من بگه ساعت چند منم دو گوش ساعت ددیس من خب یک چند دقیقه دیگه موریم. انقدر عادت کردیم که من معمولا زمستان ها ساعت ددیس خود نمیبندم، ولی تابستان خب به خاطر چه میشه ساعت زیاد استفاده همونم، ساعت هم خیلی دوست دارم. بعد از بس از موبایل استفاده کردم برای نگاه کردن ساعت، همیشه هم ساعت ددیس میان ای دنبال موبایل میگردم. در مورد تعمید میخوایم صحبت کنیم. خدمتی با سعادت شما عرض کنم که تعمید در متی باب 28 آیه 19 عیسی مسیح یک صحبتی را داره. ببینیم که کی سریعتر میتونه بیاره و برایم بخوانه. کمتر از 10 ثانیه هر کی بیاره جایزه داره. استاد عیسی مسیح میگه برید همه ملت ها رو به نام من پدر پسر روح القدس تعمید دهید. آفرین، این را از بر گفتی ولی درست گفتی. دقیقا همی هستم. عیسی مسیح از همه میخواه که مگه برید و همه امتها را شاگرد از من سازید و اونا را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید. تعمید فرمان الهیه، دستور الهیه، دستور و فرمان الهی که ما باید انجام بدیم. چون مستقیم ایسا در موردش صحبت کنه. تعمید به عنوان در ورودی به ایمان مسیحی. وقتی که یک نفر میخوای مسیحی شوه، خب حالا این تعمید به عنوان یک دری ورودی در ایمان مسیحی مد نظر گرفته میشه که در نهایت یک
تعمید میشه به عنوان یک شهادتی ایمانی. طرف وقتی که تعمید میگیره در حضور جمع، خب تعمید گرفتن میشه. حالا یا در حضور معمولا اینجوری هست که تعمید که گرفتن میشه حداقل چند نفر اونجا حضور داره. یک نفر هست که تعمید میده، یک نفر دیگه هست که کمک میکنه، حالا یه 4 5 نفر آدم معتمد بعض وقتا و بعض وقت اتفاق میفته. حالا توی غرب که دیگه علنا توی کلیسا اتفاق میفته، حتی شاید توی ترکیه و نمیدونم پاکستان اینجا هم توی کلیسا وقت اتفاق میفته. این میشه یک شهادت ایمانی. شهادت ایمانی ده ای که آقا من در اون چیزی که در گذشته اعتقاد داشتم دیگه اعتقاد ندارم، بنابراین چون در او دیگه اعتقاد ندارم یک اعتقاد جدیدی را پیدا کردم که حقیقت محض است و من از این به بعد در عیسی مسیح اعتقاد دارم. از این به بعد میخوام شاگرد عیسی مسیح باشم، پیرو عیسی مسیح باشم. این یک شهادت ایمانی هم. و بعد معنای تعمید از دید کتاب مقدس یعنی شما با فرو رفتن در آب در گذشته خود خواهید مرد و با بلند شدن از آب در مسیح خداوند زندگی جدید را آغاز خواهید کرد. دو نوع تعمید معمولا توی کلیسا وجود داره. خب روش یا عملی که انجام میدن، بعضیا کاملا داخل آب میخوابونن و بعد از آب میکشن بیرون. یک نوع تعمیده، یعنی شما مورد و میید بالا، یعنی این میشه یک نوع تعمید. یک نوع تعمید دیگه هم هست که توش نداره، فقط یا آب میریزن روی سر شما یا اینکه آب میپاشن روی صورت شما یا روی سر شما، که حالا از نظر شاخه‌های کلیسایی میتونه متفاوت باشه. ولی خود از من اون چیزی که توی کتاب مقدس نشون میده این هسته که و از اونجایی هم که من یک باپتیستی هستم هم فکر میکنم تعمید درست ای هسته که شما کاملا در آب فرو برید و بعد از آب خارج شوید. و این کاملا در آب فرو رفتن یعنی که شما در گذشته خودتان ممرید به اصطلاح یا فوت میکنید و وقتی که بلند میشید در عیسی مسیح زندگی جدید یا تولد تازه را دریافت میکنید. این معنا و مفهوم تعمید هستن. اصلا تعمید به خاطر همین هم به وجود اومده. یحیی که تعمید میداد یا بعد از او عیسی مسیح خاص از شاگردها که تعمید بیده و شاگردها شروع کردن در تعمید دادن. او چیزی که ما از رسالات داریم معنا و مفهومی است که شما در گذشته خود در خداوند ممرید، ولی اما خداوند شما رو زنده میکنه. این دفعه شما زنده هستید در خداوند و زندگی جدید و تولد تازه ای را به دست خواهید آورد. در مورد این روش یزی تعمید هیچ حساسیت خاصی من ندارم. میگم حالا این فرو رفتن کامل داخل آب قبول دارم، ولی خب هیچ حساسیتی وجود نداره. هر نوع تعمیدی که گرفتید مهم قلبه. عیسی مسیح در قلب از شما نگاه میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه تعمید گرفتن دلیلی بر ایماندار بودن کسی نیست. مخصوصا حالا کلیساهای اتفاقی که توی چند سال اخیر یا قبل از او توی از این چند سالی که پناهندگی در اروپا خیلی اوج گرفته، حالا از 30 سال یا 40 سال پیش و بعد از او که حالا از 2015 2014 همی باز اتفاق افتاد، نوع نگرش الهیاتی نسبت به تعمید. خب بعض وقتا من میگم که تأثیرات فرهنگی اجتماعی حتی روی الهیات از ما تأثیر میذاره. اینجوری شد که محققین یا نمیدونم کسایی که الهیدان هستن اومدن دیدن که خب خیلی از پناهندگان دارن تعمید میگیرن ولی مسیحی نموشن. اینا تعمید میگیرن که قبول شون، تعمید نمیگیرن که مسیحی شون. بنابراین حالا ای که توی چیزی از ما خیلی توی الهیات یا توی تاریخ کلیسا در مورد از این خیلی صحبت شده که تعمید کسی رو ایماندار نمیکنه، ولی توی از این چند سال جدید همین مسئله خیلی بولد شده یا خیلی پررنگ شده که خیلی در مورد از این صحبت میکنن که تعمید باعث ایماندار شدن کسی نمیشه. خداوند در قلب از تو نگاه میکنه، همونطور که در اعمال رسولان میگه پتروس در کورنلیوس و خانوادهش میگه هر زمان که با قلب و زبان خود اعتراف کنی و ایمان بیاری که عیسی مسیح خداوند است، تو و اعضای خانواده تو نجات پیدا میکنی.
امکان داره یک نفر تعمید بگیره ولی قلبشی با مسیح نباشه به هر دلیلی. حالا من پناهندگی رو مثال زدم، هزار تا دلیل میتونه دیگه وجود داشته باشه. ما توی افغانستان یک اه، اه، کسی بود، نمیدونم، چند قبل از آمدن اولی طالبان، نه راستی، آره بعد از رفتن طالبان، اما اوایلی که رفته بود خب یک انفجار خیلی بزرگ توی یک از دفترهای بین المللی شد که حالا اسمش نمیخوام ببرم. و بعد او دفتر که کارهای بین المللی انجام میداد، خیری انجام میداد، خب تجمع مسیحی ها اونجا بود. و او انفجار، کسی او انفجار و او انتحاری را انجام داده بود که خودش شبان یا شبان اعظم تمام از او کسا بود. یعنی طالبان یکی را وارد چیز کرده بودن، وارد کرده بودن توی مسیحیت افغانستان. ای انقدر پیشرفت کرده بود، انقدر خالصانه داشت پیش می‌رفت که در شبانی اعظمی رسیده بود. یعنی شبان اعظم شده بود که همه در او اقتدا می‌کردن، دور از او جمع شدن. و حالا این طبق یک برنامه ریزی تمام شبانایی که توی حالا منطقه کابل و نمیدونم فکر کنم غزنی و هرات بوده یا یک جای دیگه هم نمیدونم بدخشان یا جای دیگه، اینا رو جمع میکنه تقریبا 114 15 نفر توی همون سازمان یا به بهانه جلسه، و خود هم آدم اونا رو انتحاری میکنه. و آدم تعمیدم گرفته بود، چندین سالم داشت خدمت میکرد، حالا به زعمی از مو، ولی آخر سر انتحاری طالبان درآمد. تعمید هم بازم دو تا چیز داره. بعضی در نام پدر و پسر روح القدس انجام میدن. یک سری کلیساها هم هستن که در نام عیسی مسیح انجام میدن که من فکر میکنم که در نام عیسی مسیح تعمید انجام دادن یک نوع بدعت. بدعت یعنی چی؟ یعنی کجدینیه، راستینی نیست. و تعمید باید به نام پدر، پسر و روح القدس انجام شد، دستور صریح عیسی مسیح. وقتی که شما به مسیح خداوند ایماندار شوید، هیچ چیزی مانع از تعمید شما نیست. ولی در بعضی زمانها امکان دارد بین تعمید و ایمان آوری فاصله ایجاد شود، چرا که به دلیل مشکلات امکان تعمید وجود ندارد. من جزء از این مثالم. من خودم در ایران مسیحی شدم، با کلیسای خانگی آشنا شدم. بعد که حالا فهمیدم تعمید چیه، گفتم آقا بیدم تو رو خدا، به قول یک از دوستان، سر مرا زیر آب کنید. بعد اونا هم گفتن نه آقا، هنوز بچه خفه میشی، نمیدونم آوازی یاد نداری و فلان از این چیزا. حالا اینا که شوخیه، ولی خب نگاه از این بود که توی کلیسای خانگی ایران کسی تعمید نمیدادن، به خاطر از اینکه حالا طرف تا زمانی که تعمید نگرفته از نظر دولت همچین مسیحی به حساب نمیه. آقا هست دیگه، حالا داره یک لیلی بازی میکنن. ولی وقتی تعمید بگیری و دولت هم متوجه شه که حالا 100% دولت هم توی کلیساهای خانگی یک سری جاسوسا داره، وقتی که متوجه شه که این چیز هسته، یه تعمید گرفتن، بعد از او دیگه و آدم را 100% دولت گلیم شده جمع میکنه. البته یه مال قبلا بود، الان خیلی بهتر شده شرایط. الان شرایط بهتر شده، بچه ها با ملاحظه بیشتری کار میکنن و بعد تفکیک خیلی بهتر شده. یک نوعی کار روانتر پیش میره. یک جوری هم هسته که حالا جمهوری اسلامی دیگه از دستش در رفته. یعنی تعداد مسیحا در افغانستان در ایران خیلی زیاد شده و دیگه جمهوری اسلامی هم توانایی کنترلی جمعیت زیاد را نداره. دیگه ترجیح داده که آقا ولش کن دیگه، حالا هر چی شد شد. من با قلب خواهی مسیر پذیرفته بودم، ولی خب فرصت نموشد یا شرایطی مهیا نبود که تعمید بگیرم. خیلی توی افغانستان هم الان هستن همین شکلی هم عیسی مسیح ایمان دارن، ولی فرصت و شرایط تعمید برایش مهیا نشده. هیچ مهم نیست. فاصله ایمان آوری یا تعمید میتونه خیلی زیاد باشه، ولی اگه شرایطی فراهم باشه شما اجازه رو ندارید که فاصله رو زیاد کنید. شرایط تعمید فراهم باشه، فاصله بین ایمان آوری و تعمید باید فاصله کوتاهی باشه. بریم یک استراحت کنیم. یک 7 8 دقیقه دیگه اگه برگردید ادامه میدیم. یا اوکی.
پس ما تا اینجا صحبت کردیم. به خب بریم سراغ شام خداوند. انجیل لوقا باب 22 آیه 19 در مورد شام خداوند صحبت میکنه. ببینم حالا کی میتونه او را یا پیدا کنه یا انده از بر بگن. از بر اگه کسی بگه که بخیر یه چی دیگه. اگه نه یکی پیدا کنه و لوقا 22 آیه 19 رو بخونه. اونا حواست باشه این بچه ها رو فکر کنم نمره رو باید کم کنی. 22 آیه 19 موقع که همچنین نان را برگرفته شکر کرد و پاره نمود و به آنها داد و گفت این بدن من است که برای شما داده می شود، این را به یاد بود من و جا آورید. به همین سان آیه 20 هم هستم من یاد برافته بنویسم. به همین سان پس از شام جام را برگرفت و گفت این جام عهدی جدید است در خون من که به خاطر شما ریخته می شود. این آیه 20 هم درش اضافه کنید. لوقا 22 19 و 20. لوقا 22 19 و 20. بازم فرمان خداونده. این دیگه یک فرمان جدی تر از حتی تعمید هسته و خداوند میگه، پولس توی رسالات خب میگه که خداوند دستور داده ای کار که ما شام خداوند را انجام بدیم برای یادبود عیسی مسیح انجام بشن. اشای ربانی برخلاف او چیزی که خب خیلی ها فکر میکنن که حالا ما برای چی انجام میدیم میره یک کار یاد بوده. حتی خود عیسی مسیح هم میگه اینو به یاد از من انجام بدید. و خب حالا وقتی که ما اشای ربانی رو انجام میدیم توی بدن عیسی مسیح درست مشارکت میکنیم. یه بخشی هست که پولس برای از ما توی رسالات توضیح میده که وقتی اشای ربانی رو دریافت میکنیم یا شام خداوند رو دریافت میکنیم توی بدن مسیح ما مشارکت پیدا میکنیم، شریک میشیم توی بدن مسیح، یعنی توی کلیسا شریک میشیم و فیض خداوند را از این طریق دریافت میکنیم. حالا بیشتر راجعش صحبت میکنیم ولی یک یاد بوده توی کلیسای کاتولیک اینجوری هسته که میگه آقا شما وقتی شراب مو نوشید توی دهن خود که میذارید این تبدیل در خون مسیح میشه و موره پایین و بعد نانه که میذاری توی دهن خودی تبدیل در بدن مسیح میشه بعد از اون میره پایین و شما حقیقتا بدن و خون مسیح رو میخورید. ولی توی کلیسای پروتستان که من فکر میکنم اعتقاد درستری هسته یکی این نان و شراب سمبولیکه. سمبولیک برای از این هسته که ما از این طریق مشارکت توی بدن مسیح را به دست میاریم و خود عیسی مسیح میگه این رو به یاد بود از من انجام بدید، یعنی که با این کار شما یادآوری میکنید برای خودتان که من چی کاری رو برای شما انجام دادم. یادتان نره که این فیض چه فیضی عظیمی بوده، یادتان نره این کار چه کاری عظیمی بوده، یادتان نره که فداکاری خدا برای انسان بوده. خدا برای انسان فداکاری کرده. خیلی حرف بزرگیه. شام خداوند دو تا شاخصه اصلی داخل خود شام خداوند وجود داره. یکی نان به عنوان بدن مسیح و یکی شراب به عنوان خون مسیح. نان و بدن مسیح به عنوان چیزی که برای از ما فدا شد و خون مسیح چیزی که برای از ما ریخته شد، خب عهد جدید را به وجود آورد. اول قرنتیان باب 11 آیه 23 تا 26 در مورد از این موضوع صحبت میکنم. شما که کتاب مقدس پیشتون ندارید ولی من دارم، شاگردای از ما رو سعی که خدا راستیات سونا از هر کدوم 89 نمره کم کن. 11 23 23 چند بود 6 موگه زیرا من از خداوند یافتم، پولس می نویسم، زیرا من از خداوند یافتم آنچه که به شما نسپردم که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم دشمن کردن نان را گرفت و شکر نموده پاره کرد و فرمود این است بدن من برای شما، این را به یاد من به جا آورید. به همین سان پس از شام جام را گرفت و فرمود این جام عهد جدید است در خون من، هر بار که آن را می نوشید به یاد من چنین کنید. زیرا هرگاه این نان را می خورید و از این جام می نوشید مرگ خداوند را اعلام کنید
تا زمانی که باز آید. حالا از آیه 27 من ادامهش برای شما میخوانم، باز شما میتونید اینجا اضافه کنید. 23 تا 28 مگر پس هر کی به شیوه ناشایسته نان را بخورد و از جام خداوند بنوشد مجرم نسبت به بدن و خون خداوند است. اما هر کس پیش از آن که نان را بخورد و از جام بنوشد خود را بیازماید. وقتی که اینجی در مورد حالا وقتی که اول در مورد از این صحبت میشه که یه عهد جدید هست در مورد خون، در خون خداوند، یعنی که عهد عتیق تمام شده و اون چیزی که توی عهد عتیق در موردش صحبت شده الان توی با ریختن خون خداوند در عهد جدید اتفاق افتاده و انجام شده. خدمت عرض کنم که وقتی یه اتفاق افتاده، یعنی که عهد عتیق تمام شده، یک خونی ریخته شده، این خون پسر خدا هسته که ما رو وارد عهد جدید کرده. نکته مهمی هسته که نحوه شرکت توی شام خداوند، یعنی از آیه 27 تا 32 همون جیر که من خواندم، من فقط 27 تا 27 28 رو خواندم، اول قرنتیان باب 11 تا 32 شیم، در مورد از این صحبت میکنه که ما به طور شایسته باید در بدن مسیح نزدیک شیم. شما وقتی که شام خداوند در دریافت میکنید، خب اینجوری هست که یک نفر، حالا توی کلیسای مجازی فکر نمیکنم شام خداوند شب برگزار کنم، من باش زیاد موافق نیستم، ولی توی کلیسای فیزیکی وقتی که مید و شام خداونده انجام میدید، یک نفر نان داره، یک نفر چیز داره، شراب را داره. شما اول نان میگیرید و او کسی که نان دارد توی دیسپو میگه این است بدن مسیح که برای از تو به صلیب شد. و نفر بعدی که شما اون نان میگیرید، یا حالا دوب میکنید توی از او، یا اینکه میتونید بعض وقتا توی بعضی کلیسا یک سینی بزرگ وجود داره، لیوانای خیلی کوچیک 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 وجود داره که هر کدوم از اونها رو میتونید بگیرید و بردارید بخورید. مو نفرم میگه این خون مسیح هست که ریخته شد بر روی صلیب، ریخته شد برای از تو. خب این نزدیک شدن در شام خداوند توی کلیساها اینجوری اتفاق میفته که قبلش از شما خواسته میشه، میگه آقا جان یک لحظه سکوت کن. و حالا من معروف این کلیسای شای ربانی نه، توی کلیسای سوئدی فارسی زبان خیلی زیاد انجام دادم و اون قسمتی که سکوت انجام میشه قسمتی از این هسته که تو با خداوند سر راست حرف بزنی، رو راست بگی. میگه خدایا من میدونم که آدم گناهکار و خطاکاری هستم، خیلی کارا رو من یک ساعت پیش انجام دادم، من 10 دقیقه پیش ندیدی من چیکار کردم، قضاوت کردم، تهمت زدم، دروغ گفتم، فلان اینا. من ایره میدانم، ولی با تمام از این ناشایستگی که دارم میخوام در خون و بدن از تو نزدیک شم. این یک جزء اساسی از ایمان مسیح است. متاسفانه توی کلیسای فارسی زبان زیاد درش توجه نمیشه، ولی توی کلیسای غرب خیلی درش توجه میشه و اهمیت بسزایی داره. او کسی که شای ربانی رو انجام میده موگه که آقا سکوت میکنیم و توی از این سکوت خودمان چند لحظه به حضور خدا موریم و اعتراف میکنیم که خطاکار و گناهکاریم، شایسته نیستیم، ولی از خدا بخوایم که او شایستگی رو دمو بیده که ما در خون و بدن مسیح نزدیک شد. این چیزی هست که پولس در موردش صحبت مونه و بعد میگه توی آیه 32 میگه پس آنگاه که خداوند بر ما حکم میکند تأدیب میشویم تا به دنیا محکوم نگردیم. یعنی که اگر در ناشایستگی در بدن و خون مسیح نزدیک شویم، برای شما حکم میشه از طرف خداوند. من توی کلیسای ایران کسی که در خون بدن مسیح ناشایسته نزدیک شده بود، من دیدم که و آدما چه صدماتی خوردن و چه مریضی هایی را گرفتن. یک چیز واقعیه. بنابراین اه، اه، به نظر من وقتی در خون و بدن مسیح نزدیک میشید این کار رو انجام بدید. یک نکته هسته، حالا یک چیز سنتیه، میتونید انجام بدید، میتونید انجام ندید. کسی که نان در شما میده و از شما میخواه که اه، اون نان میگیرید و اون موقع که این از بدن مسیح که برای شما روی صلیب شد، شما میتونید که با کلمه که با ایمان میپذیرم، خب میگی با ایمان میپذیرم یا با ایمان قبول میکنم،
جواب از او آدم بیدید یک چیزی سنتیه، ولی توی کلیسای غرب جا افتاده که وقتی دریافت میکنی، خب اعلام تمایل خوره هم در او دریافت مشخص بکنی که آقا من با تمایل دارم یا اعلام میکنم. یک موشه یک اعلام قلبی. بعض وقتای کارم توی کلیسای غرب تعلیم میدم. مثلا خود از من که الان در شما گفتم، در کلیسای که کلاس ها یا کورس هایی که داخل خود کلیسا برگزار میکنم هم میرم تعلیم میدم. شام خداوند توی کلیساهای مختلف برگزار میشه. توی کلیسای کاتولیک هر هفته برگزار میشه. توی بعضی کلیساها یک هفته در میان برگزار میشه. توی کلیساهای پروتستانیسمی، مخصوصا شمالی اروپا و بیشتر کلیساهای آمریکایی پروتستانیسم هفته یک بار برگزار میشه. یا یک شنبه اول ماه، یک شنبه دوم ماه، یا یک شنبه سوم ماه، یا یک شنبه آخر ماه برگزار میشه. حالا برنامه ریزی میکنن که حالا تصمیم میگیره جماعت که میگه یا هر یک شنبه اول هر ماه ما برگزار کنیم که این کار را انجام میدن. در این شکل هست. باز هم یک تصمیم جماعتی از زیاد چیز نیست. یک لحظه من رفتم روی چیز